میگویند که سال 1905 در یکی از نمایشگاه‌های شهر پاریس نمایش رسامی برگزار گردید و در آنجا رسامان زیادی اثرهای خود را به نمایش گذاشتند. وقتی مردم آمدند و این اثرها را تماشا کردند، همه به شور آمدند و انتقاد زیاد از این گونه رسم‌ها کردند. یکی از روزنامه‌نگاران در انتقاد و نقد همین رسم‌ها نوشت که این گونه اثرها، این گونه رسم‌ها فوویزم است. فوویزم یک کلمه فرانسوی بوده به معنای جانور وحشی است و همین طور بعد از این کلمه بالای این سبک رسم‌ها گذاشته شد و فوویزم یکی از سبک‌های خاصه رسامی به میان آمد. رسامان کوشش میکردند که با رنگ‌های خاص، روشن و بلند شکل‌های مختلف بیافرند و همین گونه وجود خود را، درد خود را بیان سازند. امروز نیز در تاجیکستان نفرانی هستند که به همین گونه سبک‌ها رو آوردند و با واسطه همین گونه سبک‌های خاصه تاجیکی را نیز به میان آوردند و دوستان عزیز امروز با کارگاه یکی از رسامان موفق تاجیک ایرج علیموف آمدیم تا از سبک کاریش و فعالیت ایجادیش برای شما گفته باشیم. رفتیم. ایرج علیموف یکی از رسامان موفق کشور است که آفریدارش سبک خاصه دارد و ما اینها به نزد ایشان آمدیم. درود. السلام علیکم. خوب هستید؟ خوب شکر شما. می‌بینیم که بالا یک کاری تازه فعالیت دارید. مثلا اینجا رسم یک دیه هست اگر خطا نکنم. یک دیهی که در بالای کوه است. بالای کوه است. خب ببینید ما در آغاز برنامه گفتیم که شما از استفاده سبک‌های مختلف فوویزم و دیگر سبک‌هایی که بسیار معروف هستند یک سبک خاصه آفریدید، یک چیزایی آفریدید که در آن بیشتر نگاه تاجیکانه دیده می شود. من می‌خواستم درباره همین سبک برای ما کمی معلومات دهید که مثلا از استفاده کدام سبک‌های مثلا مصوری رسامی شما استفاده می‌برید و در کارهای خود آن را اجرا می‌کنید. خوب، تشکر. سبک‌های در جهان خیلی زیاد است، سبک‌هایی که علاقه مشهورند. ولی من در طول چند سال ایجادیاتی که بالای خود کار می‌کردم، ایجاد می‌کردم، در آمیختگی با فرهنگ ملی، تاجیکی و با سبک‌های اروپایی آهسته آهسته در مدت چند سال یک گوییم که زبان ایجادی خود تاجیک پیدا کردن. کدام سبک است استفاده می‌برید؟ در اینجا از سبک ابستراکسیونیسم و ایمپرسیونیسم، مدرنیسم و عموما فوویزم. بله، فوویزم و از همون سوزنی‌هایی که در فرهنگ ما بسیار معمول است، در آمیختگی از سبک همین جهانی، یعنی در آمیختگی با فرهنگ ملی و سبک‌های مختلف دنیا میگونه یک سبک آفرید. بهتر است سر یک پیاده چوی شینید. مرحمت. در آموزشگاه رسامی، در دانشگاه، عموما در همه دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها یک برنامه مخصوصی درسی است که در اونجا کم به سبک‌ها گوییم که همون اهمیت می‌دهند. در اونجا عموما یک برنامه‌ای که چه گفته گذاشتیم مخصوص این برنامه ریالیسم است که دانشجو همون الفبای رسامی از خود میکند و استاد من گوییم که شادروان ظهور حبیب‌اللهیف هستند. در جاده صنعت تصویری خیلی ما از اون چیزا آموختیم و بعد از دانشگاه بعد از مؤسسه‌های فرهنگی که ختم میکنیم، ایجادیات مکمل بعد از دانشگاه سر میشه. آموزش بعد از دانشگاه. بله، یک دانشگاه زندگی همون آغاز میشه که دیگر اون همون گوییم که ایجادکار نمیدونند که کی امتحان است. بله. و واقعا هم درست قید کردید. مثلا دانشگاه یک دست انسان رو راست میکنه. بله، اونجا یک الفبای است. اونجا مثلا قلم رو گرفتن و درست مثلا تصویر کردن بله. چیزا. ولی فکر میکنم که خاصتا در صنعت تصویری آموزش باید که باز نیستن. نه، این بیشتر آموزش، یعنی هیچ وقت آموزش تمام نمیشه.
вақте ки эҷодкор иктифо мекунад ба ҳамун донише ки дар донишгоҳ гирифт ва дониши худам мукаммал намекунад, ман фикр намекунам ки вай дар майдони эҷод муваффақ шавад, чунки сабкҳо дар дунё хеле дигар зиёд ҳастанд ва мардуми дигар зиёд аст ва он донишҳое ки ҳаст, он гӯем ки паҳлӯҳои эҷоде ки ҳаст, вая дар муддати 4 солу 5 солу 10 сол намешавад аз худ карда, чунки бисёр ҳамун нозукиҳое ҳаст ки инсон ҳамун эҷодкор баъдан худаш ҳазм мекунад ва ба дониш ва ба сину соли худ мутобиқат карда гӯем ки эҷод мекунад. ва бубинед ки баъзе ҳунармандон, баъзе эҷодкорон дар ҳамин роҳ як муддати роҳгум мезананд, яъне дар ҷустуҷӯи сабки худ, дар ҷустуҷӯи як равияи хос, як مثلا دو دیله می شود، سبک‌های مختلفی پیش روی آنها پیدا می شود. می‌دونن که در کدام سبک مثلا قوا آزمایی کنن، خود رو بسنجن. همین گونه مثلا مرحله در حیات شما بود؟ نه خوشبختانه در حیات من این گونه مرحله نبود، چونکه من از روز اول ایجادیات تکیه کردم به فرهنگ ملی خویش، چونکه هر ایجادکاری که تکیه میکند به فرهنگ ملی، چونکه اون از شیری مادر به انسان وارد میگردد و اونجا دیگر رو جای گمراهی نیست، چونکه هر روز اون چیز میبینی، هر روز اون چیز مثلا در وجود خود احساس میکنی و آهسته آهسته از همون یک خزینه طلایی هر یک ایجادکار است که من فکر میکنم که خوب دانستن فرهنگ خوب است، دانستن فرهنگ خوب، چون این چگونه گفته در وجود انسان است، ولی دانستن سبک‌های مختلفی صنعت رسامی دنیا خیلی مهم است. به ندانستن سبک جهانی نمیتونی پیش بروی، چونکه این بله چونکه این در همون آمیختگی صنعتی میگیم که جهانی وارد صنعت جهانی میشوی، چونکه از در همون صنعت در آمیختگی بسیار عجایب می شود. و در این میان من خواندم که شما به چندین کشورها رفتید، میگویند که چین رفتید، همچنین به کشورهای اروپایی و از مکتبی چندین رسامان دنیا نیز دیدن کردید و چندین در چندین سالن‌های رسامی مثلا نمایشی نیز بوده. میخواستم از این سفرهای خود، از این سفرهای هنری که داشتید به کشورهای خارجه برامون بگویید. تشکر. من عموما سیاحت دوست می‌دارم، سفر کردم به کشورهای خارج، چونکه هر باری که سفر میکنی دور از وطن میشی، دور از خانواده میشی، بعدم به قدری همون نزدیکات میرسی، چونکه دوری انسان با همون یک حسی عجایب دارد. من در چین نمایشی شخصی کرده بودم که اونجا نمایش من تاجیکستان معرفی میکردم و در فرانسه هم نمایش سال 2019 بود. سال 2019 بود و در فرانسه هم نمایش شخصی خود گذراندگی هستم و در چندین شهرهای اروپا هم که تا کنون نمایش من پیوسته با دیگر رسامان دیگر جهان به تماشا گذاشته می شود. چخیلی که همون آثارخانه های کلانترین دنیا از قبیل لوور که یکی از آثارخانه های بسیار بقوت دنیا است، وقتی که وارد می شوی بعداً در همونجا یک کوچک بودن خود حس میکنی که پیش از تو چقدر رسامانی بزرگ بودن که مثلا بله چقدر رسامانی بودن که انسان انگشت حیرت میگذارد. این سفرها برای انسان انگیزه میده. بله بعد از اونجا وارد میشوی به کشور خود و در حتی در راه علاقه نقشه میکشید در خود که من رفته بله من رفته یک سلسله اثرهای میآورم که حد اقل همین همقدم زمانه باشد. همقدم جامعه، بله. تشکر. بیاید درباره همین مصورهای شما حرف میزنیم. مرحمت. خب من فکر میکنم که یکم با فوویز مانند است، چون رنگ‌های روشن و خاص در اینجا بیشتر استفاده شده است. یکی از مصورهای کلان زیبای شما و خب باز چی در اینجا استفاده شده است که خب از نظر من که اونقدر به صنعت تصویری ندارم، مثلا
پناه می‌رود. من می‌بینم که بعضی عنصرهای ملی هم در اینجا زیاد دیده می‌شود. خب می‌خواستم خودتون شرح بدید. تشکر. این اثر من سال 2013 که اولین نمایش من در آثارخانه ملی تاجیکستان بود. همین اثر من یک سلسله اثر کرده بودم و همین اثر نام این اثر بازی رنگ ها بود. خب راستی که 10 سال پیش بود من صرفمی همین اثر من آغاز کردم ولی با کلی صرفمی همین نمی رفتم چون که خب دانش کمتر بود شاید و من همین مدت 5 یا 6 سال اویستا هر سفری که میکردم من به دیگر دولت اومده بوله کمی کار میکردم. بله این در حقیقت در اینجا سوزنی هم دیدن ممکن است. در اینجا همین شکل چیزی که شما گفته گذاشتید فوویزم بر الله حس کرده می شود در همین المنتی که در همین هست. بله در همینجا بر الله حس کرده می شود در ژانر فوویزم. عموما تمام فرهنگ صنعت برای بوی کردن غذای معنوی است. اساساً برای همین غذای معنوی گرفتن مردم است که مردم یک استراحت کنند یک دنیاش یک دنیای معنویش بوی شود. حجمش چقدر است برای حجم این 3 به 2 است. 3 به 2 است. یعنی تقریبا 6-7 سال بالای این مصوره کار کرده. خب 6-7 سال که همین یک عنصری واسه شد. بله و فکر دارید که باز هم من دیگر این اثر دیگر تمام در عموما من در حجم کلان کار کردن دوست می‌دارم چون که مونومنتال ژیوپیس میگویند یعنی که مونومنتال حجم کلان چون که در حجم کلان کار کردن امکانیات زیاد است فکرات خوب گفته میتوانی حجم کلان من فکر میکنم برای من اونقدر مشکل نیست. خب دیگر مصوراتون رو برای معرفی میکنید. خب این رو گفتیم که ده هست در بلندکوه و این آب جاری میشود. این کار روزی در بولش باید من کار کنم موزی فکرام اینجا خاتمه نیفته است؟ نه اینجا روزی من باید کار کنم. تقریبا باید چی ایلاوه کنید اینجا؟ خب من نمیدونم موزی اینجا چی ایلاوه کنم من در فکرم دارم ولی خب این اثر ایجاد کردن با مانند یک زندگی کردن در همین جا است. بله. یا جاش عوض میشود یا کم میشود؟ شاید ممکن تماما همین کمپوزیسیون عوض شود. نامش رو انتخاب نکردید؟ نامش من چه گفته گذاشتم ساکنان بلندکوه. یعنی که ساکنان آسمان. عجیب. این همین کوههای تاجیکستان که به آسمان قریب که نزدیک هستند. خب باز دیگر اثر رویتان بید. مرحمت. خب از اینجا شروع میکنیم. مثلا از همین این از در کدام سبک است؟ عموما همین سبک‌های من در همین گوییم که آمیختگی سبک‌های مختلف همین ابسترکسیونی است یعنی که ابسترکسیون یعنی که انسان با فکر کردن وادار میکنه. این هم از سلسله اثرهای گنبد شرق است. گنبد شرق بله گنبد شرق که گوییم که خیلی یک تاریخی زیاد داره دیگر. و همین گونه سبک‌ها در زمان استقلال زیاد رشد کرده. قبلا نبودن در این زمان. خب استقلال شد استقلال فکری هم شد برای ایجادکاران. بله چون که ایجادکاران میتوانند دیگر آزادانه فکرای خود بالای چارچوب انعکاس کنند. خب استقلالیت در یک کلمه است ولی خیلی فلسفه کلان دارد اینجا هموش رنگی سبز زیادتر خیلی گفتیم اینجا همون یک سبززارویی که در همین طبیعت هست این در شکلی گوییم که مدرنیسم یعنی که کم در اینجا کم استفاده شکل کمتر استفاده می شود رنگ زیادتر استفاده می شود انسان رنگ ها روشن زیاد استفاده می شود مثلا اینم انسان باید خودش فکر کند که دوامی اثر در فکر خود باید تمام کند تصورش در ذهن باید باشه اون چیزی که گوییم که فهمو باشد کمتر و همین سبکای مدرن نیست همین گونه
مثلا اندیشه کردن بله، و فکر بله. کردن رو برای انسان ها وادار میکند. در تمام مثلا در ادبیات هم همین گونه بله، است، در بله. صنعت تصویری هم که انسان ها ببینن و خودشان خلاصه برارن از این. بله، بله. خب مثل چون این مثلا اثر که مثلا من فکر میکنم که یک دیه هست، یک خانه های خب اینجا کمی از دورتر اگر ما تماشا کنیم اینجا مثلا دیگر درختان راه هست عربه اینجا. است و بله. آدمان این من یک عربه ها فضای دیه در ذهن من پدید میاد. عربه و این چیزا همون یک به خاطر چی است که همون یک گویم که پیوندی به گذشته خود. بله بله. و مصورای بالا زن‌ها هستند که مثلا فکر میکنم که به یک معرکه میروند و توی است این از همون سلسله اثرای هست که دوگانه های مادری من. دوگانه های مادر نامش خیلی زیبا است. بله. من این همین حالت از پیش دیده هستم. بله. این آشنا است برای همه. بله بله، چون که زنکو با هم با یک جای همون کمپیرکوی بسیار زیبایی گوییم که یک همون حالتی بسیار عجیب است در اونجا. و رنگ‌های شاد رو زیاد استفاده می‌کنه. رنگ‌های بلندی که به انسان روحیه میدن، شاد میکنن انسان رو. خاصتا مثلا این مصوره دیگر که بازار است و ببینید که چقدر رنگ‌های روشن، زیبا، از همین احساس عجیب می‌تونن برای انسان. از همین گوییم که قدیم یا که قبل از همین همه چیز شما اگر اهمیت داده باشید در یک همین رنگ های روشن خاصی ملت تاجیک است. این از همون کرته های چکر، بله بله، گلدوزی های زیبا. بله. خب این مصوره نامش گوییم که این خوابی آرزو کننده است، چون که این همین همین اساس همین کمپوزیسیون در همین لبی همین دخترک است. چون که این دخترک با همین در گوش پسر چیزی گفته ایستاده است و همین تخیلش در اینجا است. بله بله، و همین کمپوزیسیون کار میکنه در همین جا. عجیب. یعنی که آینده خب من نمیدونم اینو چه آرزو دارن، ولی در همین گوش همین پسر بچه نمیدونم یکم سیری خدا نقل میکنن یکم. عجیب. خب و مصوره بالا از سلسله مهرگان است. مهرگان چخیلی که ما جشن مهرگان داریم و همین عجایبیش در چیز است که در اینجا همون ژانر ابسترکسیون، همون روی ابسترکسیون بر علاقه می شود. رنگ زرد زیادتر و این هم خربزه ها است. این همون قفس و اون همون یک مادر با کودکان، اونجا موسفیدان، اونجا دیگر قفس و آخری همین اثر گوییم که تماشابین خودش باید کوفته حس کنه. بله، احساس کنه، بله درک کنه. بله. خب و اینم فکر میکنم دوامی این است. نه، خیلی مانند است به این به مهمانی است. به مهمانی این دختر با مادری خود به مهمانی رفته ایستاده است در پشت رنگ‌های سبز که اونجا و انار این یک در ژانری همین گوییم که ادبیات و لیتراتور این گوییم که یک فلسفه پاکیزگی داره. و این همین سلسله رو ادامه داده در چند. بله این همون یک سلسله اثرایی که بخشیده به مادرای و زنها و مادرای تاجیک، اینا همون مانند هستند. بله. خود در ژانری همین گوییم که مدر معاصر همون یک کمپوزیسیون چند بار تکرار می شود ولی حالتاش دیگر است. می توانیم بله در پس این چی است؟ ببخشید. اینم ادامه همون. بله. اینها مثلا اینو دوگانه میگن دیپتیخ. خب که اینها در یک جایگی. ولی رنگ ها تفاوت دارند در اینجا، مثلا در هر یک اثر گوییم که همون حالتی درونی ایجادکار انعکاس میکنه و همین حالتی درونی ایجادکار بعد عصر 20 پیدا شد، تقریبا سالهای
1900 این طرف ایجادکنان کوشش کردن که مثلا در فرانسه و اروپا یک سبک‌های مختلف رو روی کار برن و توسط رنگ‌ها بیشتر حس خود را بیان سازند. چیزای عمیق نه و بعضی رنگ‌ها و بعضی چیزای فلسفه‌ها. این گونه شد چون که قبلا همون صورتگیرها نبودن. بله. برای انعکاس همون حالت باید همون گوییم که حقیقت همون حالت باید نشان میدادن. البته تکنولوژی روش بله بله. و این مصوره که اینجا هست چی نام داره؟ این نورهای طلایی. نورهای طلایی. این هم تیرامو هست. بله بله در همون تیرامو. دیگه هست و اون درها قبلا هم این گونه رنگ‌های کبود داشتن. درهای چوبی خانه‌های ما. خب این همون خیلی چی بیشتر فضای دهه را احساس میکنید. من در دهه تولد شدم. من تا کنون در دهه زندگی میکنم و فکر میکنم که انسان ها هر جایی که تولد شدن و به وای رسیدن، هرچند که بزرگ شدن و شهر رفتن و کشورهای مختلف را دیدن، ولی همیشه در ذهنشون همون تصویر دهه هست. میدونید وقتی که خانه میگویی الکی به محبت پیش چشم انسان نه زن نه فرزند نه کسی دیگر مادر میبیاد. بله. و جداگی از این چیز من فکر میکنم مشکل است برای انسان. اینجا همون میدونید من چی تصور میکنم؟ من فکر خودم رو بگم. خب اینجا کم با خانه های ماننده است، خانه های بلند این از من نومی همین اثر به شما میگم، بعدا شما فکر میکنید این اثر نامش ایمپروویزاسیون، یعنی که بداهتن. بله. در همین بداهتن که شد الکی هر بیننده دنیای خودش حس میکنه. اینجا درختان است. شاید درختان است. اینجا خانه‌هایی هستند که در یک مثلا تپه این گونه بالای هم ساخته شدند و اینجا من چگونه گفتید هر چی انسان میتواند که اندیشه کند. خب برای تماشابین هم باید امکانیت داد. بله که نه همه چی باید رسوم عیان کند. بله. خب تماشابین هم حق دارد برای تفکر کردن و فکر کردن. و این یک چیزی مهم است که انسان برای فکر کردن وادار میکند. واقعا عجیب که باید انسان فکر کند. بله. در اونجا یک نقاشی جالبی که دارم به مرامت من شما فهمونم. نشان میدم. این مثلا همین اثر که میبینید این خواب است. خوابی که در همین بین اگر شما عمل داده باشید صندلی است. بله. صندلی است و اطراف همین اهل خانه‌اش استراحت دارن. صندلی گفته در این فصل سرما. بله. خوب صندلی هم یک فلسفه خود دارد، چون که در همین افسانه‌های خلق تاجیک بله این یک محیطی است که همون اهل خانواده با هم دوستن و از یک گرمی استفاده میبرن. بله. و در همین گرد صندلی بی‌بی‌ها چگونه افسانه‌های زیبا نقل می‌کردن. خب که یک در همین افسانه‌های خلق تاجیک هم است صندلوار که در آسمان پرواز میکنن. بله. و عموما همین اثرایی که من استفاده میبرم همین اگر شما عمل داده باشید جاروبایی که جاروب که ما استفاده میبریم و بعد یک چیز دیگر که رنگ‌ها برجسته یکم کمتر به مثل که از وای کمتر بالاتر برآمده است. خب این همون که در همون یک زبان کامپیوتری 3D میگویم. بله 3D. و در همین جان در همین گوییم که رنگ نگاری من استفاده میبرم حالتهای همون 3D. همین گونه هست. انسان همون گوییم که برجستگی همون حس میکنه. بله واقعا. یک پیاله چای. واقعا بدونید در همین اثرهای شما در مصاحبه‌های شما شنید مرامت من بسیار فلسفه عجیب را دیدم، ولی من فکر میکنم که وقتی که برنامه مدارت کافی نیست برای
بیانی بله، این بله. اثرهایی که شما دارید اثر بله. اثرشون میشود که فلسفه زیاد برداشت و حرفای زیاد گفت. آفرین به شما که تشکر سلامت باشید. معرفی‌گر فرهنگ ملی ما در عرصه بین‌المللی هستید و یکی از سلامت رسانه‌های باشید. موفق کشور که تشکر. امروز در خارج نیز شما را زیاد میشناسند، زیاد اثرهایشان را تشکر. اعتراف میکنند و چندین جایزه ها نیز به تاجیکستان آوردید. تشکر و همینجا برنامه ما به اتمام میرسد. سلامت باشید. تشکر. میگویند که حالا نقشه های مختلف دیگر دارند که برای انجام دادن آن فرصت و وقت لازم است و باشد که یک زمان دیگر ما به همینجا بیایم، به همین کارگاه بیایم و اطراف کارهای زیبای دیگر ایشان حرف بزنیم. تا دیدار دیگر، خیر.